در شهر خوجند مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام ولایت سوخت بین کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و جماعت و محله‌های شهر و ناحیه‌های ولایت آغاز گردید. در این چهاربینی ورزشی 16 دسته از شهر و ناحیه‌های خوجند، باباجان، غفورов، اشت، گلستان و استرافشان اشتراک و مهارت سنجی می‌کنند. در دور اولی مسابقه دسته‌های بیمارخانه کودکانه با المنت، جوانی استرافشان با مصفا، ترسونزاده با رومان، کلنگیر با فاتح، ویتا با سوخت، مسجح با شیخ برهان، لاچین با موج آریانا، افکا با درخشان واخوری دایر نمودند. مسابقه در میدان نوبنیاد فدراسیون فوتبال ولایت سوخت بین این دسته ها در 3 دور ادامه یافته. تیم های بهترین به مرحله های یک-4 نهایی، نیم نهایی و نهایی راه می‌یابند. طبق نقشه کاری فدراسیون فوتبال ولایت مسابقه عاید به فوتبال خرد جام ولایت آغاز گردید. امروز مقصد اساسی این مسابقه جلب نمودن ساکنان به این نمودی ورزشی فوتبال می باشد. این مسابقه قریب مدت 1 ماه دوام می‌دهد. ما به این مسابقه مخلصان و هواداران فوتبال را دعوت می‌کنیم بیایند تماشا کنند و حلاوت برند. برای در سطح بلند گذراندن این چهاربینی ورزشی از طرف فدراسیون فوتبال ولایت سوخت تمامی شرایط‌های ضروری مهیا گردیده است. مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام ولایت سوخت بین کارمندان و تشکیلات مؤسسه و جماعت و محله‌های شهر و ناحیه‌های ولایت تا سنه 27 ایون ادامه می‌یابد.